فقط ببین با 2 تا تخم مرغ و اونم روی اجاق گاز چه کیکی پختم. یه کیک اسفنجی شکلاتی با یه بافت و پف عالی. فقط نگاش کن قد و بالاشو. با من همراه شو تا یادت بدم این کیکو چطوری بپزی. 2 تا تخم مرغ داریم و نصف قاشق چایخوری پودر وانیل. با همزن 2 دقیقه هم میزنیم. 1/3 لیوان شکر رو بهش اضافه میکنیم و 5 دقیقه خوب هم میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. 3 قاشق غذاخوری آب جوش بهش اضافه میکنم و همینطور که همزن روشنه هم میزنم تا تخم مرغ نبره و خراب نشه. نصف لیوان آرد دارم. 1 قاشق از آرد برداشتم، به جاش 1 قاشق پودر کاکائو اضافه کردم و نوک قاشق چای خوری بیکینگ پودر. با هم دیگه مخلوطشون میکنم. قالب 15 در ارتفاع 10 سانت و کفش کاغذ میندازم. کاغذم چرب میکنم ولی دیوارها چیزی نیاز نداره. مواد رو داخلش میریزم و به روش فل دستساز میپزم. داخل قابلمه بزرگ 3 پایه فلزی میذارم. ظرف مواد رو روش میذارم و دمکنی ضخیم روش به مدت تقریبا 1 ساعت تا 1 ساعت و ربع. حرارتم کم باشه. توستر درجه 160 به مدت 35، فر 180 به مدت 35. ممکنه تا 45 دقیقه هم طول بکشه. نوش جان.